سلام خدمت تمام دوستان عزیز دلم. خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه ها اسم من داتام هست. اسمم یه ذره عجیب غریبه میدونم، ولی خب اینه دیگه، چیکارش کنیم. داتام معنای آفریننده است. خیلی خوش اومدید به ویدیو امروزمون بچه ها. امروز اومدیم با لوگاریتم، اومدیم با قسمتی از ریاضی 11 که خیلی احساس میکنم مهمه و تو 12 دیگه تکرار نمیشه صحبت کنیم بچه ها. یه سری از تستای کنکوری که چند سال گذشته توی کنکور ریاضی یا تجربی اومده رو براتون آوردم حلشون کنم تا مثلا تستایی که توی کنکور هستن رو بیشتر بشناسیم از ریاضی 11 که مثلا یه بخشش مال لوگاریتمه. امیدوارم لذت ببرین از این بخش. بریم به سراغش به امید خدا. بچه ها سوال اولی که ما داریم در ارتباط با تابع نمایی هم خب یه بخشی از همون لوگاریتمه. خیلی قرار خفن بهتون درسش بدم، نمیدونم، شاید از نظر من خفن باشه، از نظر شما شاید افتضاح باشه. هرچی شما در نظر میگیرید همون میشه. بریم ببینیم چی داره میگه. نمودارهای دو تابعمون یعنی y مساوی 3 به توان x به علاوه 8 سوم و y مساوی است با رادیکال 3 سوم به توان 2x در نقطه A متقاطع. دوستان متقاطع یعنی چی؟ شما عزیزم میای یک دستگاه یا محور، بهتره بگیم میگم محور مختص بچه‌ها به این وریه میگن x، به این وریه میگن بچه‌ها y. بچه‌ها مثلا دارم میگم نمودار که میکشن، خب مثلا این یک نموداره بهش میگن سهمیه. ان شاءالله بهتون درسش میدم، خیلی هم خفنه. بچه‌ها این سهمی مثلا این نقطه رو در نظر بگیریم بچه‌ها. این نقطه یه دونه x داره بچه‌ها، یه دونه y داره. قبول دارین این حرفو؟ یه همچین داستانی. حالا مثلا دارم میگم شما فرض کن یه تابع دیگه داری. تابع چیه داتام؟ تابع رو با fx نمایش میدن یا با y یا همون y بهش میگیم. fx میشه بگی چیه؟ بله مثلا fx یعنی عملگر مثلا x، چیزی که باعث میشه آقا x به حرکت در. مثلا دارم میگم شما فرض کن یک ماشینی داری، نیاز داری یک عملگری بهش بدی، نیاز داری یک چیزی بهش بدی تا این حرکت کنه، یک چطوری بهتون بگم، بنزینی، یک داستانی. این x هم همون حکم داره. مثلا وقتی میگه fx مساوی است با x2 عزیزای دلم، یعنی آقا مثلا دارم میگم به x بده یک، بنزین یک میدیم، خب جای این بذاری میشه یک به توان 2 میشه یک. یه همچین داستانیه. یک ماشینی یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری بیرون، که این تعریف شاید خیلی 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 تکراری باشه، اما خب فعلا اینو بدونیم کافیه. چیزی که باید ادامه بدیم بچه‌ها، این نمودار رو در نظر گرفتیم. حالا فرض کنیم یک نمودار دیگه از همین قسمت رد میشه. از همین قسمت بچه‌ها، از این قسمت من یه ذره بالا پایین کشیدم، از همین قسمت رد میشه. یه نکته که وجود داره آقا، این از این قسمت رد میشه و یه نکته داره دوباره، x و y هاشون با هم یکسان. خب دیگه سوال چی گفته بچه ها؟ گفته در نقطه A متقاطعن، یعنی تو اون نقطه با هم برخورد میکنن. یعنی چی قربونت برم؟ x و y با هم برابره دیگه. یعنی چی داتم؟ این هم میشه بهم توضیح بدی؟ آره عزیزم چرا که نه، من اینو براتون پاک کنم بیشتر توضیح بدیم براتون. بچه ها یعنی این که آقا این دوتا نمودار رو 3 به توان x به علاوه 8 سوم رو مساوی رادیکال 3 سوم به توان 2x قرار میدم. خب عزیزم یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا دوتاشون قراره یک x و یک y به تو بدن دیگه. خب حالا میایم به صورت یک معادله نمایی حلش میکنیم. دوتا معادله نمایی چطوری حل میشه؟ بیا فعلا این معادله رو حل کنیم تا بهت بگم. بچه این معادله نیاز به ساده سازی داره. ساده سازیش خیلی راحت انجام میشه بچه. من 3 به توان x رو نمیتونم ساده تر از این بنویسم یا 8 سوم، اما مثلا به رادیکال 3 سوم به توان 2x بچه دقت کنیم ما یه قانون داریم تو توان ها. وقتی میگیم مثلا a به توان مثلا n بچه ها میتونیم بنویسیمش a به توان m بعد پلش به توان n، این دوتا در هم ضرب میشن. خب پس رو این هم همچین حرکتی میتونیم بزنیم دیگه. میام میگم رادیکال 3 سوم به توان 2 به توان x. خب بچه ها این عددی که این زیره رو به این توان 2 برسون، رادیکال 3 به توان 2 میشه خب 3 دیگه بچه ها. چیزی که ما میدونیم میشه 3 به توان 2 میشه 9.
سادهش کنیم بچه ها 3 تقسیم بر 3 میشه 1. 9 تقسیم بر 3 میشه 3. خب دیگه میشه 1 سوم به توان x. حالا یک معادله ساده شده بچه ها داریم 3 به توان x به علاوه 8 سوم مساوی است با 1 سوم به توان x. قربونت برم. حالا یه نکته داره بچه ها. قبول دارین این x هم به توان صورته هم توان مخرجه، یعنی هم صورت به توان x میرسه هم مخرج به توان x میرسه. خب از این نکته استفاده میکنیم بچه. 1 به توان هر عددی چنده؟ 1. یه چیز مشخصیه، پس برای اون توان نمیذاریم، ولی میدونیم که آقا مثلا 3 به توان 1 با 3 به توان 2 مثلا فرق میکنه، یا 3 به توان -1 فرق میکنه. به خاطر همین اینو اینجا جاگذاری میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه همچین اتفاق باحالی میفته. میشه 1 تقسیم بر 3 به توان x. خب 3 به توان x 3 به توان x دارم. حالا چیکار کنیم برای حل معادله؟ اینجاست که باید قفل باز کنیم بچه ها. نمیتونیم 100% همچین معادله به این مثلا داستانی رو به راحتی حلش کنیم. شاید بشه ولی خب راحت نیست. یه پیشنهادی که من بهتون میکنم اینه، یه تقصیر پاک کنیم، این قسمت پاک کنیم. اگه به کارتون نمیاد، اگه نوشتین قربوناتون برم بچه ها، میایم اون قسمتی که دلمون میخواد و مشترکه. میبینیم 3 به توان x مشترکه، 3 به توان x مون مشترکه. اینو مساوی یک چیزی دوست داری برام میدی. چی دوست داری؟ یه حرفی بهم بگو. f u نه. خب اوکی u نمیذارم، f میذارم. f هم دوست ندارم، m میذارم چون زورم زیاد. نه قربان هر چی دوست داری. f مثلا میذارم f. 3 به توان x مساوی f. f خب دیگه میشه f به علاوه 8 سوم مساوی است با 1 به روی f. خب دیگه بچه یک معادله است و کافیه بدونیم f چنده. برای اینکه همچین معادله ساده کنیم بچه طرفین معادله رو در یک چیزی به اسم f ضرب میکنم. میشه f2 به علاوه 8 سوم f بچه ها مساوی است با 1. خب اینو میارمش اینور میشه چی بچه ها؟ میشه منهای 1 مساوی 0. یک معادله درجه 2 دارم. خب حالا وقتشه بریم معادله درجه 2 حل کنیم. قبل از اینکه بریم معادله درجه 2 حل کنیم بچه‌ها، همیشه توی وقت مثلا توی یک معادله درجه 2 وقتی یک کسر می‌بینی سعی کن سادهش کنی. یعنی چی؟ سعی کن مخرجش رو بکشی بیرون. سعی کن در یه عددی معادلت رو ضرب کنی که این 3 بپره، مخرجه بپره. خب چه عددی؟ خب 3 دیگه عزیزم. در 3 ضرب کن، این ورم در 3 ضرب میشه، ولی خب 3 ضرب در 0 0 دیگه قربونت برم. اینو این بالا می نویسم. میشه 3 تا f2 به علاوه 8 تا f منهای 3 مساوی است با 0. خب بچه ها روش های حل معادله درجه 2 رو الان براتون بگم. خیلی باحاله بچه ها. چند تا روش داره، یعنی روش تجزیه و ایناه. اما خب اینجا چون تجزیه به کارمون نمیاد، یه روشی بهتون میگم حل میشه. یه روشی داریم به اسم دلتا. با این علامت نشونش میدم بچه ها. دلتا مساوی است با b2 منهای 4 تا a3. دوستانی که بلدن قربونتون برم، اگر فکر میکنید اینجا براتون حوصله صبر بزنین یه ذره ویدیو جلوتر. این بخشو اگه بلدین بزنین جلوتر، اگرم بلد نیستین خب نگاه کنین لذتشو ببرید. بچه‌ها b2 منهای 4 تا a3. خب داتون b2 چیه؟ a چیه؟ 3 چیه؟ میشه بهم توضیح بدی؟ آره قربونت برم. شما در حالت کلی معادله درجه 2 ax2 به علاوه bx به علاوه 3 عزیزم مساوی 0. خب به این x2 دقت کن. اینجا f2 دارم، ضریبش میشه a، 3 میشه a. اینطوری بر خود مشخص کن. به این bx دقت کن. این b ضریب این x است که اینجا f. خب پس این میشه b من 8. این b. سمت چپ اینا حالا بعضی موقع بچه‌ها میتونه اذیتتون کنه، این 3 هم میشه یه عدد. خب دیگه حالا b مگه من 8 نبود؟ خب 8 به توان 2 منفی 4 ضرب در منفی 3 بچه میکنه چقدر؟ مثبت 12 ضرب در 3 میکنه چقدر؟ مثبت 36 تا. 8 به توان 2 میشه 64 تا، در نتیجه میشه 100. خب بچه این حاصل دلتا میشه. حالا برای اینکه بریم x رو به دست بیاریم قربونتون من باید چیکار کنیم؟ این حرکتی که میگم میذاریم. این قسمت پایین رو پاک میکنیم چون یاد گرفتیم. میگیم x مساوی است با منفی به علاوه و منای رادیکال دلتا تقسیم بر 2a. تموم شده رفت. همین فرموله. خیلی هم فرمول ساده یادتون میمونه مطمئن.
راحت بچه ها. منفی ب میشه منفی 8 دیگه، منفی 8 به علاوه رادیکال 100 بچه ها 10 دیگه، تقسیم بر 2 ضرب در 3 6. 10 منهای 8 بچه ها 2 شیشم. 2 شیشم چنده بچه؟ 1 سوم. اینو نگه داریم. حالا یه بار به علاوه یه بار منها، منهای 8 منهای 10 چون این منها اینجا بود تقسیم بر 6 میشه بچه منفی 3. خب این شد حاصل افمون. افمون چی بود؟ 3 به توان x بود. خب پس 3 به توان x مساوی است با منفی 3. 3 به توان x مساوی است با 1 سوم. قربونتون برم. خب بابا عزیز دلم، هیچ وقت نمیتونی یه عدد مثبت به یه توان یه عددی برسه میشه منفی. پس یه همچین چیز غیر ممکنه بچه، روش یه ضرب در بزنین، اما این ممکن. خب عزیزم راحت بنویس x هست منفی 1. 3 رو به توان چه عددی برسونه میشه 1 سوم منفی 1 دیگه، چون توان منفی معکوس میکنه. خیلی ساده بچه. پس x هم شد منفی 1. حالا دادم وای چطوری به دست بیارم؟ میای توی یکی از این تابعات جاگذاری میکنی. تو کدوم دوستایی؟ تو این دوستایی تو این جاگذاری کن. بیا اینجا بذار. میگه آقا 3 به توان منفی 1 به علاوه 8 سوم میشه چقدر عزیزم؟ میشه 1 سوم که به علاوه 8 سوم شده میشه 9 سوم، میشه در مجموع 3. یعنی اون نقطه‌مون قربونت برم x هست منفی 1 y هست 3. اون نقطه A. خب دیگه به دست اومد. فقط یه کار ریز اگر بکنیم دیگه ما جوابمون رو به دست آوردیم، میریم خونه لذتشو میبریم. من این قسمت رو پاک کنم. پاک 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 پاک. خب موند منفی 1 و 3. حالا خیلی راحت بچه ها گفته فاصله نقطه A که اینه از نقطه منفی 1 و 1. بچه ها فاصله دو تا نقطه رو وقتی میخوای به دست بیاریم میگیم D مساوی است با یک رادیکال گنده x این منهای x این یعنی منفی 1 منهای منفی 1 بعد یه توان 2 بذارید باش به علاوه y این منهای y این 3 منهای 1 به توان 2 زیر رادیکال. بچه ها منفی 1 این منفی در منفی مثبت، منفی 1 به علاوه 1 میشه 0 است. هیچ. 3 منهای 1 میشه 2 به توان 2 بچه چند میشه؟ میشه دیگه 0 به علاوه 4 میشه که میشه رادیکال 4 که حاصل میشه 2. حاصل میشه 2 یعنی گزینه 3. بریم سوال بعدی. سوال دوم دقیقا اینا همون سوال اول. خیلی باحاله. ازتون یه خواهش دارم اگه میتونین ویدیو رو استاپ کنین این سوالو بنویسین حلش کنین. اگه من توضیح فدا ساید اشکالی از نظر من نداره. بریم سوال حل کنیم. بریم. آماده ای؟ بزن. نمودار دو تابعه f(x) مساوی است با 4 به توان x و g(x) مساوی است با 1 دوم به توان 2x به علاوه 3 دوم در نقطه A با هم متقاطعن برخورد میکنن. خب دیگه این دو تا رو مساوی هم دیگه قرار میدیم. میام میگم 1 دوم به توان 2x به علاوه 3 دوم شده 4 به توان x. خب قربونت برم 4 به توان x رو قبول داری میتونی بنویسیش 2 به توان 2 که به توان x رسیده، چون 2 به توان 2 همون 4. خب این 2 رو زدن x کن میشه 2 به توان 2x. خب جاش بنویس 2 به توان 2x. این هم همون حرکتی که توی اون مسئله اولیه زدیم، همون حرکت روش میزنیم. 1 به توان 2x میشه همون 1 تقسیم بر 2 به توان 2x حالا به علاوه 3 دوم مساوی است با 2 به توان 2x. بچه اشتراک. خب این 2 به توان 2x رو مساوی m قرار میدم. خب دیگه خیلی راحت میشه 1 m به علاوه 3 دوم شده m در m ضربش کن میشه 1 به علاوه 3 دوم m مساوی است با m2. همه رو میکشونم اینور. m خیلی خودخواه، m2 خیلی خودخواه، همه رو میکشونم اونور، خودش نمیره. m2 منهای 3 دوم m منهای 1 مساوی است با 0. دادم تو من همه رو نکشید چه یمون اینور نوشته فرقی نمیکنه عزیزم. بردمشون اونور. حالا دوستشم اینطوری بنویسم، اون دوستای اونطوری بنویسی بنویس اشکال نداره. خب بچه‌ها مخرج رو از بین ببرید. ضرب در 2 کنید. ضرب در 2 کنید. هر چی تو مخرج دیدی در همون ضرب کن کل معادلت رو. میشه 2 تا m2 منهای 3 تا m منهای 2 شده 0. خب قربونت برم خیلی ساده است که الان دلتا که گفتیم فرمولش چیه؟ b2 منهای 4 تا
آ3 این مساویه یا خدا منفی 3 به توان 2 9 منفی 4 زدم منفی 2 8 8 تا 16 این 2 به علاوه 16 که 9 16 میشه 25 رادیکال 25 هم که 5. خب پس m مساوی است با بچه دی فرمول خدایی یاد دارید میگه منفی ب به علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2 اشکالی هم نداره یاد نداره. خب دیگه منفی ب من منفی 3 که میشه 3 به علاوه رادیکال 25 5 تقسیم بر 2 تا 4 تا میشه اینم 8 8 4 میشه 2 یکی از امامو شد اون یکی هم میشه 3 منهای 5 4 که میشه منفی 2 4 میشه منفی 1 2 این هم هست. خب بچه ها اینا امن یعنی مثلا این عددهایی که من به دست آوردم ام های منن. ام من مساوی چی بود قربونتون برم؟ ام من مساوی 2 به توان 2x بود. الان میگم 2 به توان 2x مساوی است یک بار با 2 به توان 2x یک بار مساوی است با منفی 1 دوم. اصلا این همچین چیزی بچه‌ها غیر ممکنه که یک عدد مثبت به توان یه عددی برسه بشه منفی. اینو ضرب در بزنین روش اینو. بچه‌ها توان یک پایه‌هاشون قبول دارین یکسانن. خب دیگه پس تواناشون هم باید یکسان باشن. من میگم 2x مساوی باید باشه با 1 و x من میشه چقدر میشه 1 دوم. خب این شد x من. حالا دوستان چطوری y به دست بیارم؟ توی این بذار 4 به توان 1 دوم. بچه‌ها قبول داریم که وقتی میگید a به توان x زیر رادیکال این فرجش 2. خب اینو میتونید اینطوری بنویسید. میتونید a به توان 1 دوم یعنی این توان تقسیم برای فرجه میشه. حالا دیگه پس 4 زیر رادیکال میشه 2 بچه‌ها خیلی ساده. یعنی y مون بچه‌ها میشه چقدر؟ میشه 2. یعنی این نقطه آمون شد. حالا دیگه راحت میریم فاصله شون رو به دست میاریم. فاصله این و اون نقطه میگم قربونتون برم d مساوی است با رادیکال x این که 1 دومه منهای منفی 1 دومی که اونه بعد کلش به توان 2 به علاوه 2 منهای 1 به توان 2. خب 1 دوم منهای منفی 1 دوم که میشه مثبت 1 دوم به علاوه 1 دوم میشه 2 دوم که میشه 1 2 تقسیم بر 2 میشه 1 به توان 2 میشه 1 باز 1 به علاوه 2 منهای 1 هم که به توان 2 باز همون 1 دیگه چون 2 منهای 1 میشه 1 1 به توان 2 هم 1. خب حاصل میشه رادیکال 2. جواب گزینه 2. خب بچه اومدیم با سوال سوم. سوالی از کنکور ریاضی 96. بریم حلش کنیم. این دفعه در ارتباط با لگاریتم نمایی نیسته. میخوام خیلی خفن براتون حلش کنم. آماده این؟ تابع fx مساوی است با a به علاوه لگاریتم bx منهای 4 در مبنای 2 از دو نقطه 2 و 6 و 12 و 10 میگذرد. همین یک لحظه بچه‌ها یعنی چی از نقطه فلان و فلان نمودارش میگذره؟ یعنی این که مثلا به این تابع 2 بدی 6 بهت میده. خیلی ساده. این آقا f دوت هست 6. یعنی چی عزیزم؟ یعنی اینکه آقا بگو a به علاوه لگاریتم نه یه قربونت برم مثلا دارم میگم اینو بذاری مثلا چه میدونم 2 اینو یک وقت 2 نذاری x و 2 باید بذاری میشه 2 تا b منهای 4 در مبنای 2. این شده عدد 6. اینو نگه دار دو پرانتز بذار خودش بذاری تو فریزر نگهش دار. بعدی که گفته f 12 میشه 10. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه a به علاوه لگاریتم 12 تا b دیگه بچه‌ها 12 تا b منهای 4 در مبنای 2 حاصل میشه چقدر؟ میشه 10 تا. این هم بذار تو فریزر برای خود. خب حالا دو تا بسته داریم که گذاشتیم تو فریزر. حالا میخوایم بیایم بیرون ازشون استفاده کنیم. من این قسمت پاک کنم. این قسمت پاک. حالا از ظرفشون درشون میریم این از تو پرانتزاشون. این آ بود. خب بچه‌ها یه حالتی شده مثل دستگاه دو معادله و دو مجهول. شما چیکار کنین؟ بالایی رو صرفا در یک منفی ضرب کنید میشه منفی لگاریتم فلان و منفی 6. حالا یه دونه خط بکشیم پایینش آ و با منفی آ میشه 0. لگاریتم 12 به منهای 4 در مبنای 2 میشه منهای این دیگه یعنی لگاریتم 12 به منهای 4 در مبنای 2 منهای لگاریتم 2 به منهای 4 در مبنای 2. خب این مساوی میشه با 10 منهای 6 میشه 4. خب بچه
شما وقتی که منهای دوتا لگاریتم دیدید که هم پایان، بدونید که این تقسیم بر این میشه. یعنی چی؟ یعنی میتونید بنویسیش لگاریتم با همون مبنا، اما این تقسیم بر این 12 به منهای 4 تقسیم بر 2 به منهای 4 این مساوی میشه با 4. یعنی چه بچه ها؟ حالا میریم ب رو به دست بیاریم. خیلی ساده بچه ها، میگم 2 به توان 4 میشه این، میشه 12 به منهای 4 تقسیم بر 2 به منهای 4 میشه چقدر؟ 16. حالا 16 دیگه یه حالت کسر داره، اینو ضرب در این کن مساوی این قرارش بده، میشه 16 ضرب در 2 میشه 32 تا به منهای 4 تا 16 تا 64 تا بچه ها مساوی 12 تا به منهای 4 تا 12 تا به رو بیاریم و 64 ببر اون ور 12 تا 20 تا به مساوی میشه با چقدر؟ 60 تا دیگه. عملا بهمون میشه چقدر بچه ها؟ 3 تا. خب بهم شد 3 تا. میگیم گفته آ به علاوه لگاریتم 3x منهای 4، 3x به علاوه 4 نه، 3x منهای 4 در مبنای 2. خب عزیزم 2 بذار 3 2 تا 6 تا 6 منهای 4 2 تا. خب لگاریتم 2 در مبنای 2 میشه 1 دیگه. حالا چی میشه؟ میشه آی به علاوه 1 که شده عدد 6. آ چقدر میشه عزیزان؟ میشه 5. یعنی گزینه 3. خب بچه بریم سراغ سوال 4 از همون سوالات کنکور. گفته تابع fx مساوی است با لگاریتم x به علاوه به در مبنای 3 فقط برای مقدارهای x عضو بازه منفی 1 دوم تا مثبت بی نهایتی که این منفی 1 دومش بازه با معنی است. اگر f4 بشه 2 آنگاه f منفی 4 نهم چنده یا کدام است؟ خب میایم اولین کاری که میکنیم داتم این با معنی است میشه بهم بگی آره چرا که نمیشه. ببین قربونت برم، وقتی میگه با معنی است یعنی اینکه لگاریتم تو اول مینویسی، میگی لگاریتم بوده ax به علاوه ب در مبنای 3. مبنات که عملا یه عدد ثابته، هرچی هسته زیر سر ایشون. خب به خاطر همین میای میگی آقا این دقت کن، میگه آقا مثلا میگی لگاریتم یک عددی در مبنای عددی بچه این 3 به توان یک عددی میرسه میشه این آقا که ازش لگاریتم گرفته میشه. خب بچه قبول این 3 به توان هر عددی برسه هیچ وقت منفی نمیشه و صفر هم نمیشه. خب دیگه این منفی 1 دوم مرز دیگه، پس یعنی اگر منفی 1 دوم بدم صفر میشه. چرا باز گذاشته؟ چرا عضو آدم حسابش نکرده که بگی آقا با معنی؟ چون صفر میکنه کارمون. پس وقتی x رو بذاریمش منفی 1 دوم این میشه صفر، یعنی آمون یعنی میشه منفی 1 دوم آ به علاوه ب میشه صفر که عملا از توی میتونم بگم ب میشه 1 دوم آ. اینو در نظر داشته باشیم. یه جا دیگه بهمون گفته f4 میشه 2 یعنی لگاریتم ax به علاوه ب در مبنای 3 شده عدد 2. x شو بذار 4 میشه 4 تا آ دیگه، 4 تا به علاوه ب. خب دیگه قربونت برم این 3 به توان این 2 میشه این، یعنی 4 آی به علاوه ب میشه چقدر بچه‌ها؟ میشه 9. 3 به توان 2 9. حالا قربونت برم ب رو مگه بهت نداده 1 دوم آ؟ خب بذار جاش دیگه 4 آ به علاوه 1 دوم آ شده 9. زد در عدد 2 میشه 8 آ به علاوه آ مساوی است با 18. خب عیانا نمیشه 9 آ مساوی 18، آمون عیانا نمیاد 2. خب خیلی خوشگل شد که آمون شد 2. خب برم الان به دست میارم، میگی آقا 2 دوم میشه 1، ب من شد 1 یعنی آ من شد 2 ب من شد 1 دیگه. تقریبا مسئله حله. چیز دیگه ای که نیازه باید این کار کنیم، اینا رو اول میپاکیم، پاک میکنیم، پاک اینجا هم پاک میکنیم و خیلی ساده میایم میگیم میشه لگاریتم نکنین 2x به علاوه 1 در مبنای 3 fx مساوی. خب قربونت برم گفته f منفی 4 نهم برای من به دست بیار. چشم. میای میگی این کار میکنی عزیزم، میای میگی آقا 2 ضرب در منفی 4 نهم به علاوه 1 میشه چقدر؟ میشه منفی 8 نهم به علاوه 1 هم میتونیم بزنیمش 9 نهم میشه آقا میشه 1 نهم عملا دیگه، یعنی میشه لگاریتم 1 نهم در مبنای 3. خب قربونت برم یه نکته داره دیگه، این 1 نهم رو میتونی اینطوری بنویسیش، میتونی بنویسیش آقا 9 به توان منفی 1 میتونی بنویسیش لگاریتم
9 به توان منفی در مبنای 3. این منفی رو بیاری پشت میشه لگاریتم 9 در مبنای 3 که یه منفی کمی پشت داره. خب دیگه این که میشه 2 منفی 1 ضرب در 2 میشه منفی 2 که حاصل میشه گزینه 1. بریم ادامه. سوال پنجم فکر کنم از اون سوالاتی که داشتیم حل می‌کردیم. آماده این؟ بزن بریم. گفته اگر لگاریتم عدد 2 ریشه 3 25 صدم در مبنای 8. اول از همه بیایم اینو تحلیل کنیم. گفته لگاریتم می‌نویسیم لگاریتم عدد 2 ریشه 3 25 صدم در مبنای 8 باشه آ مساوی آ. خب اون وقت ما بگو لگاریتم عدد 1 آم منهای 1 در پایه 4 چنده؟ میریم حلش میکنیم. مال ریاضی نبود. خب بچه‌ها ما یه سری قوانین داریم تو لگاریتم‌ها، بریم براتون توضیحشون بدم. بچه‌ها وقتی لگاریتم که برای ما مثلا نوشته مثلا AM مثلا A ضرب در M شده در مبنای N، اینو میتونید اینجوری بنویسینش. میتونید بنویسینش لگاریتم A در مبنای N به علاوه لگاریتم ماشاءالله M در مبنای N. به همین سادگی. اگر لگاریتم چی داشتید؟ مثلا A به توان N داشتین در مبنای L مثلا، میتونید بنویسینش N لگاریتم A در مبنای L. اگر داشتید لگاریتم A مثلا در مبنای L به توان N، اینو میتونید بنویسینش لگاریتم A در مبنای L به تقسیم بر N. این کارا میتونیم بکنین، خیلی باحاله. این سری قوانین بود گفتم بگم. تو سوال قبلی هم تقسیمش بود که منها میکردیم بعد میشد تقسیم. خب ما این رو گفتیم، بزن بریم سوال حل کنیم ببینیم چی میگه اصلا با این دیتاهایی که الان داریم. خب ما دیگه الان راه بلدیم. میایم میگیم لگاریتم، خب این 2 ضرب در این شده 2 در مبنای 8 به علاوه لگاریتم ریشه 3 25 صدم در مبنای 8. خب بچه این که همون 2 به توان 3، خب این توانش گفتیم میتونیم تقسیم بر این توان کنیم میشه 1/3 دیگه. چطوری دادم کنیم؟ میشه لگاریتم 2 در مبنای 2 تقسیم بر 3 که میشه 1 دیگه. به علاوه عزیزم این چطوری میری به دست میاری؟ میای میگی از 25 صدم میشه 1/4. بعد میگی 1/4 که به توان 1/3 رسیده خب در مبنای 8. خب 1/3 میاری پشت، میای میگی لگاریتم 1/3 لگاریتم. خب 4 میتونی بنویسیش 2 به توان 2. وقتی خب بخوای معکوسش کنی یعنی بیاریش تو صورت یه توان منفی میذاری میشه 2 به توان منفی 2. این 8 هم که همون 2 به توان 3 قربونت برم. خب دیگه حالا چیکار میکنی؟ ضرب در منفی 2 و تقسیم بر 3 میکنی دیگه. میگی 1/3 ضرب در منفی 2 ضرب در لگاریتم 2 در مبنای 2 تقسیم بر 3. خیلی خوشگل. خب این که میشه 1/3 ضرب در 1/3 میشه 1/9. 1/9 هم ضرب در منفی 2 میشه منفی 2/9. خب این شد منفی 2/9. حاصل این شد منفی 2/9 بچه. به علاوه یه 1/3 اینجا داریم، یه منفی 2/9 و یه 1/3. خب اینو ضرب در 3 میکنم، اینو ضرب در 3 میکنم میشه 3/9 منهای 2/9 میشه چقدر بچه؟ میشه 1/9. حالا عکس 1/9 بچه چیه؟ خب ما آ رو به دست آوردیم 1/9. حالا معکوس آ میشه 9 دیگه. 9 منهای 1 میشه چقدر؟ میشه 8 تا. حالا لگاریتم 8 در پایه 4 کجا بنویسم خوشگل بشه؟ اینجا پاک میکنیم بنویسیمش لگاریتم 8 در مبنای 4 که این خودش 2 به توان 3 این خودش 2 به توان 2. میتونیم بنویسیمش 3/2 دیگه. لگاریتم 2 در مبنای 2 که 1 میشه 3/2 یعنی حاصل میشه گزینه. آره دیگه تقسیم بر 2 ضرب در 3 که میشه حاصل گزینه 4.